یه دختر ازدواج میکنه، ولی یکم بعد از ازدواجش با شوهرش بحثش میشه. دختر قهر میکنه میره خونه باباش. تا میرسه شروع میکنه مشکلات و عیبای شوهرش و پیش باباش میگه. بابای میگه دخترم قصه نخور، من با شوهرت صحبت میکنم. شب همون روز بابای کل مردای فامیلو که به دخترش محرم بودن رو دعوت میکنه، حتی میگه داماد خودشم بیاد. به همشون نفر یه پارچه بلند میده، میگه برید بشینید تو اتاق. بعدم به زنش میگه برو به دخترمون بگو نیمه اوریان بیاد تو اتاق، فقط حواست باشه نگی کسی تو اتاقه. مادر میره به دخترش میگه. دختر نیمه اوریان در اتاقو باز میکنه. وقتی جمعیت رو میبینه خجالت میکشه، با دستای خودش بدنشو میپوشونه. بابای میگه دخترم بیا برو زیر عبای برادرت پنهان شو. دختره میگه نه بابا خجالت میکشم. میگه خب بیا زیر عبای من پنهان شو. دختره میگه بابا خجالت میکشم. یهویی دختره تو اون جمعیت شوهر خودشو میبینه، زودی میره زیر عبای شوهرش پنهان میشه. بابای میگه دخترم همون جوری که میبینی بین ما محرمتر از شوهرت واسه تو هیچ کس دیگه ای نیست. پس همون جوری که شوهرت عیبای تو رو میپوشونه، تو هم عیبای اونو بپوشون و به هم دیگه فرصت بدین تا به تکامل رفتاری